سلام، بیاید با من آماده بشید بریم کافه کتاب راپا. حالا چرا بهش میگن کافه کتاب؟ به خاطر اینکه همونجا یه کافه است که هم نوشیدنی گرم سرد که هر چیزی که بخوای داره. و چون داخلش هم کتاب داره، داخل اتاقش کتاب هم هست، اسمش رو گذاشتن کافه کتاب راپا که الان با هم دیگه میریم میبینیم دیگه. یالا آره بزن بریم. اینجا بود که رسیدم ملحق شدم به خواهرم و رفیقاش. همونطور که می‌بینید وقتی وارد میشی مواجه میشی با کلی کاغذ که چسبیده به دیوار، با گل و گیاه و چیزای سنتی قدیمی که واقعا اینا به من خیلی آرامش میده. اون کاغذایی هم که چسبیده به دیوار همشون یادگار کسایی هستن که اومدن اینجا. و رسیدم و چیزکیک و یه شیکاکائو سفارش دادم و در آخر حرفی که من خیلی بهش اعتقاد دارم و یادگاری نوشتم. هر کاری که حالتو خوب میکنه همون کار کن، بی خیال حرف مردم. نظرتون رو درباره این کافه برام کامنت بکنید. بوس بهتون.